جلوی بقیه یهو پسره گفتش که تو الان تو باشگاه بهتری یا مثلا فلانکی. بعد پسره گفت فلانکی، گفت خاک تو سرت کنم، تو چرا نباید بهتر باشی؟ همین شروع ایدئالیستی. عرض ادای مجدد. توی این قسمت حالا میخوایم بگیم که فرهنگ ایران چجوری داره مردم رو میبره سمت کمالگرایی یا ایدئالیستی. خانم دکتر مرسی. سوال خیلی خوبیه. فصل مشترک بین فرهنگ و روانشناسی بالینیه. خب عوامل خیلی متعددی توش مؤثره، ولی من سعی کردم توی طبقه بندی خیلی خلاصه بگم. نقش خانواده رو 2 جا پررنگ میبینم، نقش آموزش پرورش رو 1 جا و نقش فرهنگ و جامعه‌مون رو 2 جا. از خانواده شروع بکنیم که هسته اصلیه. خانواده خیلی وقتا به فرزندش پذیرش، محبت و عشق شرطی میده. یعنی اگر این کار رو انجام بدی آنگاه من تو رو دوست دارم. ممکنه حتی توی حرفم نباشه ولی توی رفتارشون رو نشون بده. پس بنابراین اون عشق و محبتش رو شرطی و مشروط به موفقیت انجامش میده. خانم دکتر اینی که شما گفتین نقش خانواده، یه موضوعی برای من اومد تو ذهنم یه لحظه. اینکه پدر یک شاگرد اومد توی باشگاه، بعد ما باهاش صحبت کردیم، پسرش رو دید، بعد یه شاگرد دیگر هم دید، بعد خیلی جالب بود برام، جلوی بقیه یهو پسره گفتش که تو الان تو باشگاه بهتری یا مثلا فلانکی. بعد پسره گفت فلانکی، گفت خاک تو سرت کنم، تو چرا نباید بهتر باشی؟ همین شروع ایدئالیستیه. الان دقیقاً اینی که شما گفتین این اومد تو ذهنم. بله. ببینید اون بچه‌ای که تو این خانواده رشد میکنه، پیامی که درونی میکنه اینه که من موقعی پذیرفته شده هستم و موقعی دوست داشتنی هستم که عالی باشم. اگر شکست بخورم طرد میشم. پس برای این شروع ایدئالیستی هستش. خیلی وقتا بچه کارنامه‌ش رو میاره، حالا مثال من ورزشی نیست، به مادرش نشون میده مثلا 19 شده، میگه کی 20 شد. آره میگه، بلافاصله میپرسه کی 20 شده. بچه پیشش میگه اوکی بعد 20 بشم، میره 20 میگیره و میاد میگه دیگه کیا 20 شدن. چقدر اون بچه احساس ناکافی بودن میکنه و این شروع اون معیارهای سرسختانه است. یه ذره بریم جلوتر. اینو من توی نوجوان و حتی جوانها میبینم. خیلی وقتا هم تو بافت خانوادهشون یه سکوت عاطفی و اصلا آموزش هیجانی، به خصوص هیجانهای منفی مثل ترس، اضطراب، طرد، احساس ناکافی بودن، شکست وجود نداره. یعنی بچه‌ای که تو این خانواده بزرگ میشه اصلا راجع به هیجانهای منفی که من امروز شکست خوردم، من امروز ترسیدم، من امروز خیلی مضطرب بودم، امروز یه همچین چالشی واسه من به وجود اومد، اصلا نه تنها صحبت نمیکنه بلکه خانواده اونو سرکوب میکنه و احساس میکنه که اگر بچه من باورش اینه اگر راجع به هیجانهای منفی صحبت بکنه این نشون دهنده نقص و شکسته. برای این بچه چیکار میکنه؟ سعی میکنه هیجانهای منفیشو سرکوب بکنه و یک تصویری رو از خودش به جامعه نشون بده، خصوصا در فضای مجازی که ایدئالیست باشه و بدون نقص باشه. خب این 100% خالی هستش. از طرفی هم هیجانهای منفیشو نمیشناسه که چجوری باهاش مقابله بکنه، همین که بعد از 18 سالگی وقتی که زندگی براش جدی‌تر شد و چالش‌های خیلی محکمتری رو واسش به وجود آورد، راه حل مقابله باهاشو، چه حل مسئله، چه استدلال و چه مقابله با هیجان منفی رو از تو خانواده یاد نگرفته. بریم سراغ آموزش پرورش. من کوتاه راجبش بگم. ببینید سیستم آموزش پرورش ما به خاطر مسئله اساسی کنکور خیلی وقتا رقابت محور و رتبه محور هستش. پس بنابراین ما چیزی رو اصلا تحت عنوان متوسط و خطا اصلا قبول نمی کنیم و این شروع اون معیارهای سرسختانه و اضطراب میشه. خیلی وقتا برای خود من بارها پیش اومده که کارنامه بچه رو دیدن، ورزش رو که اصلا نگاه نکرده، هندسه رو نگاه کرده 20 شده و شاکیه که خب بچه‌ای که هندسه 20 شده چرا عربیش 14 است؟ در صورتی که این کارنامه نرماله. بچه شما در درس‌های استدلالی و مفهومی خیلی خوبه، در درس‌های حفظی و دانش خوب نیست. این یه کارنامه کاملا نرماله. ولی خب اون بچه به خاطر اون نوجوان، به خاطر اون میزان هیجانش، احساسی که داره اینه که من به اندازه کافی خوب نیستم و پذیرفته شده نیستم. راجع فرهنگم یک کوچولو صحبت بکنیم. ببینید فرهنگ ایران، جامعه ما به شدت بر حفظ آبروداری و
پرهیز و اجتناب از شرم اجتماعی تاکید داره. بنابراین هم دختر هم پسر تو فرهنگ ما یاد میگیره که من باید بدون نقص و بدون خطا و بدون شکست زندگی بکنم. این خب چون همچین چیزی اصلا اتفاق نمیفته، باعث میشه که حالا تصویری که از خودش نشون میده یک تصویر غیر واقعی باشه. کمان که ما داریم توی سوشال مدیا در واقع اینو میبینیم که سعی میکنه یک تصویر بدون نقصی از خودش نشون بده که خیلی وقتا غیر واقعیه. به خاطر چی؟ به خاطر ترس از طرد و بی‌آبرویی. یه ذره بریم جلوتر. ببین مثلا تو فرهنگمون، سینما، ادبیات، تاریخمون یا حتی بقیه هنرهامون سعی میکنه یه الگویی رو به ما نشون بده که کامله و بدون اشتباه. اصلا شخصیت خاکستری با یک میزانی از متوسط بودن رو ما نمیپذیریم. کما که میبینی شما یک الگویی رو انتخاب میکنن، به محض اینکه اون الگو با کوچکترین خطا از اون درجه بالا کلا نزول پیدا میکنه و اون تصویری که به مخاطب میده اینه که یا شما باید صد باشی بدون اشتباه یا اینکه تو خیلی بی‌ارزشی، در صورتی که همه ما میدونیم هر انسانی، حالا نمیخوام خیلی روانشناسیش بکنم، صفت‌های خاکستری داره که به خاطر اینکه انسانه اون ضعف، نقص و محدودیت رو داره و قرار نیستش که یک الگوی کامل ما باشه. ما میگیم خانم دکتر هیچ انسانی کامل نیست. بله. همیشه یه سری ضعف دارن. حالا ما باید تلاش کنیم. ما نمیخوایم. خانم دکتر یه نکته من بگم، اینکه حالا بحث فرهنگمون صحبت کردین، گفتین که بحث شرم از این که مثلا باید کامل نیستم، من مثلا ایراد دارم و مثلا این شکلی. یه نکته من اینجا یه اشاره کوچیکی بکنم. یه سری از عزیزان که خیلی کمن، مثلا من شاگرد دارم بهش میگم چرا با دیگران سلام علیک نمی‌کنی؟ میگه آخه من خجالت میکشم. میگم خب اوکی شروع کن. میگه نه من همینم دیگه، من همینیم که هستم. اینم به نظر من درست نیست. ما صحبت کردیم که باید آدم ایراداتشو به مرور زمان سعی کنه برطرف کنه. درسته. ولی نباید به این شکل هم باشه که دیگه آدم زندگی رو برای خودش جهنم کنه که یه وقت من چه ایرادی دارم. یه چیزی رو اضافه کنم که برای مخاطبمون سوء تفاهم نشه. ببین شما به عنوان یک انسان یک سری صفت‌هایی داری که خودت میدونی چندان پسندیده نیست. مثلا پرخاشگری، مثلا اهمال کاری، اینکه نمیتونی نه بگی. خب اینا مهارته. یعنی شما در جهت رشدتون میتونی با یک مشاور کار بکنی و اینا رو برطرف بکنی. ولی علت این که مثلا شما به اون یک انسان ممکنه یک ضعفایی رو داشته باشی، مثلا اینکه ژنتیکی شما مضطرب باشی، یا اینکه مثلا تو همون بحث ورزش با اون ددلاینی که داری نتونی برسی. خب شما وقتی اینو بپذیری قطعاً هم با آرامش بیشتری میتونی واسه خودت راه حل پیدا بکنی تا اینکه مدام خودتو سرزنش بکنی یا اینکه از ترس اون شکست اونو پنهان کنی و اصلا استارت نزنی. 100% این واقعا با تو موافقم. گفتم که تفکیک بشه. آره دستتون درد نکنه. مرسی. آره چون من این موضوعاتی که شما میگی من نسبت به تجربیاتی که برای خودم توی بحث مربیگری پیش میاد میبینم. مثلا چون شاگرد داشتم بهش گفتم چرا میای تو که سلام علیک نمی‌کنی؟ میگه خجالت میکشم. گفتم خب اوکی خجالت میشه، ولی قرار نیست بری ببوسیشون. بعدش هم که یه سلام دیگه. حالا اوکی تو پایه‌شون. آره خجالت میکشی. حالا مثلا اومدی داخل آرومم شده یه سلام کن، بالاخره دو نفر میشنم جواب سلامتون میدم. بعد دفعه بعد یه خورده محکم‌تر، بعد کلی سلام کن. بعد یواش یواش بیا مثلا به نفر مثلا یه ارتباطی خورده بهتر شده دیگه، با یه نفر مثلا خودش هم میاد سمت سلام علیک میگه تو راحت‌تر میتونی سلام. بعد همینجوری بیشتر میشه. ولی نه دیگه استاد من همینم دیگه، نمیخواد تغییر بده. اینم خوب نیست اینکه من همینم. مثلا به طرف میگی چرا مثلا الان بیادبی میکنی؟ میگه آخه استاد وقتی گشنم میشه من آدم بی‌عصابی میشم. میگم یعنی چی؟ میگه نه وقتی گشنم میشه دیگه من همینم دیگه. همینم نداریم، باید اینو درستش کنی. بله. حالا یواشاش درستش کنم ولی باید درستش کنی. آره یه سری جاهام این من همینمم آره به مشکل میخوریم. خانم دکتر اگه موافق باشین بریم یه گلوی تازه کنیم و برگردیم بگیم راه‌های درمان افراد ایدئالیست یا کمالگرا رو با هم دیگه صحبت کنیم و مطمئنم که مخاطبینمون علل خصوص ورزشکارها خیلی مشتاقن که راه‌های درمانش رو بدونن. حالا ما فهمیدیم که کیا ایدئالیست هستیم کیا نیستیم به چه شکله. ما این صحبت‌ها رو تا الان گوش دادیم دیگه. حالا متوجه مثلا من خودم گفتم که شاید مثلا 10% منم
ایدئالیست باشم. حالا بقیه هم قطعا دیگه متوجه شدن ایدئالیست هستن یا نه. بریم راههای درمانشو با هم دیگه توی قسمت بعدیمون راههای درمان ایدئالیستی رو می‌خوایم صحبت کنیم.